حتی اگه به خدا اعتقاد ندارید، با هر دینی، با هر ایمونی، این 3 تا دعای کوتاه و خوشگل رو در حق خودتون بخونید. سومیش از همه قشنگتره. این دعا نه از اماماست نه از پیامبرا. سومیش که میگم از همه قشنگتره رو انیشتین گفته. دعای اول از جورج واشنگتن، رئیس جمهور اول آمریکاست. میگه خدایا منو نترسون، بزرگم کن. چقدر قشنگه. میگه خدایا منو از مشکلاتم نترسون، منو ظرفیتمو بیشتر کن. دعای دوم معروف به دعای آرامش. میگه خدایا چنان آرامشی به من بده که بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر بدم، و خدایا آنچنان قدرتی به من بده که آنچه را نمیتوانم تغییر بدم، و خدایا خردی به من بده که تفاوت این دو را بدانم. سومین دعا از آلبرت انیشتینه که خیلی زیباست. میگه ای خالق هستی چنان بینشی به من بده تا پیچیدگی‌های جهان تو را درک کنم و شگفتی‌های خلقت را دریابم. چقدر قشنگ. میگه این 3 تا دعا رو بگید به هر کسی که میتونید.